نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خداوند مهربان خاتمه کار همه ما و شما را به خیر، ایمانهای همه ما و شما را با سلامت نگه دارد. برادران عزیز و خیلی گرامی، الحال باز می پردازیم با سوال هایی که در پیش من است. برای شما من جواب می گویم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال اول، نامم روزیمد، آیا نامم رو عوض کنم یا نه؟ نه، نام خوبه، نام روزی محمد. اصلا این روزیمد نمیشه. در مردم ما مثال میمونن میرمد، این میر محمده. یا ببینید مثال نظیرمد، اصلا این نظیر محمد است. برای همین یا مد کریم میگن، محمد کریم، همون مدایی که هست همونو همش محمد هست. برای همین این روزی محمد، ولی بهترش عبدالرازق یا عبدالرزاق، بنده آن خدایی که صفت او رزاقی است. هر یک نامی که در اولش اگر عبد داشته باشد، پیامبر گفته است که محبوب ترین نام ها به سوی الله هستند. بابا جان درباره ابو طالب عمک پیغمبرمان کمی معلومات میدادید. درباره ابو طالب، این فرزند عبدالمطلب بودند. ابو طالب برادرای عزیز این هاشمی بود و قریشی بود. و فراموش نکنید که ابو طالب این عمک پیامبرمان بود و پدری حضرت علی بود. ابو طالب، عبدالمطلب ای باباشونه، یعنی پدر عبدالله پیامبرمان، پدر ابو طالب این عبدالمطلب بود، این باباشون بود. لیکن ابو طالب این پدر حضرت علیه. تولد ای را 540 میلادی میگن و وفات 619 میلادی میگن. یعنی برادرای عزیز و گرامی، پیامبرمان 570، یعنی بگیم که تولد شدن، زمانی که او تولد شده بودن ابو طالب علاقه 30 ساله بود. یعنی ابو طالب خیلی عمر دراز دیدگیان، حساب 79 سال عمر دیدن. و پیامبر صلی الله علیه و سلم 633 ای دنیا گذاشتن. یعنی بعدی مقصد ابو طالب حساب کنین که قریب یکمان 13-14 سال بعد پیامبرمون گذشت. یعنی ابو طالب بر وقت تر گذشت. لیکن در حیاتی که پیامبرمون با او بود، از پیامبر بسیار دفاع میکرد، بسیار دفاع میکرد و پیامبر همیشه تاکید میکرد. یعنی هیچ وقت مانع در دعوت پیامبرمون شدگی نیست. و خیلی که میدونیم پیامبرمون هم برادرای عزیز و گرامی در تربیه ابو طالب هم بودن. بعدی باباشون گذاشتن، با در تربیه ابو طالب آمدن. فرزندای داشتن مثل عقیل، مثل جعفر، مثل علی، مثل طالب، فرزندای همین ابو طالب بودن.
و زنشون زنی ابو طالب بگیم مادری حضرت علی ای فاطمه دختری اسد بود و ابو طالب 6 تا فرزند داشت. لیکن برادران عزیز و گرامی، همون آیتی که در قرآن انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، همین آیت سبب نزولش وقتی که ابو طالب پیامبرمون دم آخیرش بود رفت و گفت که اما گفت بگو لا اله الا الله. لیکن ابو جهل لعنت الله علیه در همونجا بود. گفت ابو طالب بر دین بابات، بر دین پدرت عبدالمطلب مقصد دنیا را پدرود بگو. ابو طالب میگه دم اخیرش در گفت بر همون دین عبدالمطلب گفته و به همون مقصد جان داد. یعنی برادرای عزیز از دنیا اینها ایمان نبردن. از این لحاظ یعنی این یک تاریخچه خورده در اطراف ابو طالب بود. سوال دیگر، مرد چند مراتبه با زنش گوید که من دیگر با تو کار ندارم، چی کار میکنی کردن گیر. زن به اجازت به یگان جا رود یا یگان چیز خرد گناهگار میشود یا نه؟ اگر مردک مقصد گوید که من دیگر در تو کار ندارم، یعنی مقصد که تو دیگر زنی من نیستی، اختیار در دست خودت، رو چی کاری کردن میگیری، دیگر این زن با این سخنها طلاق میشود. وقتی زن بگویی که برات دیگر زنی من نیستی، یعنی مقصد که من دیگر قطع زندگی نمیکنم، یا اینکه برا شوهر که دیگر اختیار در دستت، ایما امید تا بکن، انمینا کنایه طلاقن. یعنی در این کلمه ها، در این سخن ها برادر عزیز زنک طلاق باین می شود. و اگر شما بعد این پشیمان شدین خواهی زندگی کنین، حتما باید از سر نکاح کنین و زن باید سر نو مهر بتین. برای این وقتی که شما را اختیاری کردین، او را مقصد گفتین دیگر تو زنی من نیستی، دیگر او هر کاری که کند نکند تو گناهگار نمیشه، به خاطری که دیگر زنی تو نیست. خب دیگر سوال، پولی که قرض میدی از همون پول زکات میتی یا نه؟ یعنی کسانی که مردم قرض میتن، بعد وقتی روزی زکات دادنش میان حساب میکنند مقصد که در دست مردم مقصد $1000 دارد، یا کم یا زیاد، حتما از او پولی که در دست مردم قرضه از او هم زکات میتی، اونا هم مالی تو حساب میخورن. اگر چنده که همون مردک قرض داده هم نتونه، اگر قرض داده هم که نتوند، تو از حساب همون پول قرض دادگیت با زکات میتی. میتونی که همون پول برده در دست همون مردک قرضدار بتی. مثلا اگر $500 شد زکاتت، برای در دست همون بتی و با همون پول طلب کنی که قرض بتی. قرض ای دستش با میگیری، اگر نداد مجبورن میگیری و از قرضی که داشت همون $500 با چی میشود؟ با مینوس میشود. بگیم هم زکات ای گردن تو ادا میشود، هم از پول قرضی دادگی با حساب که $500 شا گرفتی. یعنی تو در آن مرده که قرضدار خدمت کردی. این راهش هم هست برادر عزیز. ولی در عموم پولی که در دست مردم داده میتونه نمیتونه، تو باید که زکات شا بدی. وقتی زکات نمیتی که یا پول گم میشود، نمیدونی که در کجا ماندمش، فراموش میکنی،
یا اینکه همون مردک که پول گرفته میگه برادر عزیز امید تا ای همین پول بکن، من تماما ترا پول تا نمیگردونم. ممکن از حساب زوریش میگه. انا میگه وقتی که دیگه او بگه تمام امید تا بکن من نمیتم، انا اونجا باید زکات نمیتی. و ایلا بگه برادر عزیز همین کی دستم رسید پول تا میتم، انا تا کی را که مثال همون مرده قرض داره تا ای پول همون قرض باید زکات بدی. سوال دیگر، وسواس شدن در نماز رو دعوایش چی است بابا جان؟ یعنی در درون نماز برادرای عزیز، در درون نماز وقتی آدم وسواس می شود، یعنی دعوای ای چیه؟ اگه دعوای وسواس برادرای عزیز ایرا با عقیده و با اراده مبارزه میبری. یعنی کسی که اگر به شرط وسواس های، یعنی وسواس های که همین بعضی آدم ها را بیحاضی میگم من همین زن ما با فکرم طلاق کردگیم، همین گپ تماما از ذهنش دور نمیروه. یا اینکه میگه که همین تنه ما چخیله بو میکنه، یا همین لباسی ما بینماز های، یا در یک روز 10 بار آبازی میکنه. همین را بدونین، شما بدونین که همین وسواس های، یعنی همین کار شیطان های. بر او فقط برادر عزیز با ذکر با عبادت مبارزه برده می شود. یعنی دائم در گوشکاتون رقیه گوش کنین، پای به طهارت، هر روز چند قوت داری قرآن بخون. ببینین از ذکرهایی که هست، مثال 100 بار استغفرالله، 100 بار لا اله الا الله، سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم. فقط این شیطان این جین شما با همین ذکرها، با قرآن خواندن، با همین میتونین که ضعیفش کنین، میتونین به قوتش کنین، میتونین که مثال دلگیرش کنین و بعد اختان دور شود. ان همین راه های حل شد برادر عزیز. این دیگر یگان راه حل ندارد. بعد همون بچه هایی که اگر دعاخوان های خوب باشد، نفس های ناز داشته باشند، بچه های با تقوا باشند، اونها را آورده هم باید از اونها هم استفاده کنید. اونها هم باید شما را بخوانند. این طرف ذکرهای خودت، این طرف خواندن اوها انشاءالله برای شما کمک میکنن. خب سوال دیگر، سبب در چی باشد که یک شخص را جینخوانی میکنن با بعد چند وقت باز به حالت اوله بر میگردن؟ اکی این برادرای عزیز نفرهایی را که جینخوانی میکنن و با بیمار میشوند، اینجا از دو جهت های. اگر همون بیمار رعایه کنه، رعایه به معنای که وقتی که او را پرهیزش میکنن، مقصد میگه ای شوگردی پرهیز، ای تلویزیون تماشا کنی پرهیز، ای توی ها اشتراک کردن پرهیز، بین از جاهایی که مثال رقص و بازی های پرهیز. یعنی وقتی پرهیزش میکنن، همون پرهیز وقتی که میشکنن با دویم باره شیدنش امکان داره، برای که جن ها از همین حالت ها بسیار سوء استفاده میکنن. ولی صورت دیمش می شود که اگر آدم سخت رعایه هم کند و بیمار شود، این حساب جینخوان است. یعنی جینخوان که مقصد همون گویم امکانیتش همون قدر است، یعنی تأثیرش همون قدر است، برای که جینخوان حقانی نیست. او جینخوانی که مقصد دایم خودشا پاک نگاه می‌دارد، دایم رعایه میکند، دایم مقصد در یاد خدا هست، انشاءالله او جین ای ترسی همون جینخانه، خیلی که امام احمد حنبل ما حکایه کرده بودم که پاپشیاش آورده بودن، ای ترسی همون را هیچ وقت دیگه در بیمار وارد نمیشه، میگه حاضر وارد شم، با میه مقصد پیش رو میکند، خیلی از زیان ضرر درد میبیند. برای همین مادامی که همون خودش که ایتا به تقوا باشد، خودش که اگر
جینخانی سرسرکی و خسکی باشد، با بیمار دویم باره بیمار شدنش ممکنه. خب میگویند که سلام قرض خداست. آیا این سخن درست است؟ بله درست است. پیامبر ما در شب معراج همون السلام علیک ایها النبی، اول سلام ای جانب الله شدگی. برای همین میگن سلام فرضه، جوابش سنته. همین قرض خدا گفتنش به همین خاطره که یعنی باید که مادام الله که پیامبر سلام داد، این برای ما و شما قرض میشه که دیگر سلام بتیم. این به گردن ما و شما فرضه برادر است. استاد گفته است یک شخص از روی نادانی پیش فالبین رود و بعدا پشیمان شود، توبه کند، خدا میبخشد؟ البته خدا میبخشد. شما اگر پیش یگان جادوگر و فالبین اگر روین، از روی نافهمی باشد، از روی اگر فهمیشاتان باشد، شما باید که تجدیدی نکاح کنید، نکاحتون سر کنید. زیرا که با تصدیق کردن سخن فالبین شما دین تانا بای میتین، شما از دین بیرون میشین. زمانی که همون گپی فالبین گپی جادوگر را بگوید درست های، تو علاکه همون درست های گفتنده علاکه دین ای تو بیرون میشه. چهره که پیامبر میگه فصدقوا بما یقول فقط کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. تصدیقش کردی با همون کتابی که بر من نازل شده است، تو کافر شدی میگه. برای همین فالبین ها و جادوگرها برادر عزیز، اینا نفرای نیستن که ما پیشون بریم، نفرای نیستن که بگیم سخنشان راسته. از همین لحاظ اگر ای روی جاهلی و نادانی رفته باشی توبه کن. قصدن هم رفته باشی، وقتی فهمیدی که گناه توبه کن، الله میبخشد. خب بابای حاجی میگویند که پیغمبر ما بعد فرض نماز تسبیح و آیت الکرسی را میخواندند. آیا این درسته؟ درسته برادر عزیز. یعنی بعد نماز، بعد مثال فرض نماز، یعنی در حدیث ها صلات المکتوبه آمده است، یعنی پیامبر بعد نمازهای فرض برادر عزیز دعا میکردن و بیشتری وقت میگه وقتی فرض میخوندن انا دعا میکردن. اینجا من اینا در پیشم کتاب امام نووی هست، کتاب اذکارش، اگر در اینجا هم که ما نگاه کنیم باب دارد، بابش باب الاذکار بعد الصلاه، یعنی ذکرهایی که بعد نماز می شود. اینجا همه حدیث ها آمدگی است که حتی امام ترمذی اسناد حدیث صحیح میگه جوف اللیل، یعنی ایو دعا اسمع، گفتن کدام دعا شنیده می شود؟ گفتن دعایی که نصف شبی باشد و دعایی که بعد نمازهای فرض باشد. این هم مقصد در حدیث آمده است. اینجا آمده است که در صحیح مسلم ای جناب ثوبان آمده است، میگه کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا انصرف من صلاتی استغفر ثلاثا، یعنی 3 بار استغفر الله میگفتن و میگفتن اللهم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. این دعا را هم مثال بعد فرضشون میکردن. دیگر امام بخاری و مسلم میارد که حضرت هرگاه ای نماز فارغ میشیدن لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی كل شیء قدیر اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. این هم مثال حضرت میگفتن. خلاص پشت نماز سبح الله فی دبور کل صلاه و 33 باری سبحان الله و الحمدلله الله اکبر میگفتن.
خلاص اینجا دا بسیاره برادر عزیز، دعاها خیلی زیاده. اینجا دا یک چیز دیگر هم هست. انا حضرت امام ابو داود و ترمذی و نسائی آوردن از عقبه ابن عامر، میگه امرنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اقرأ بالمعوذات دبر کل صلات. یعنی میگه پیامبر ما را امر کرد که شما پشت هر یک نماز چیکار کنین؟ سوره اخلاص بخونین، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یا را پشت نماز خونده بخونین گفته است. همچنان اینجا یک دعای زیبای دیگر از پیامبر من است. اگر در ذهنتون بگیرین، پیامبر دعا کرده است بعد نماز: اللهم اجعل خیر امور آخره و خیر عملی خواتمه واجعل خیر ایامی یوم القاک. ببین پیامبر چی میگه؟ میگه پروردگارا بگردان بهترین عمر مرا آخر شه، یعنی آخرای عمر ما عمر خوب بگردان، روزهای خوب عمرم خدایا در آخر باشه. دو، و خدایا بهترین عملهای در آخرم باشه، یعنی وقتی که خاتمه، وقتی انجام عمر می شود، همونجا مقصد بهترین عملها در آخر از عمرم بگذار. و دیگر و بهترین روزهای مرا روز بگردان که در اون ملاقات تو باشد. این هم پشت نماز. برای همین برادرای عزیز، یعنی پیامبر ما وقتی فرض میخوندن، دعا میکردن، میخواستن خانه میدر آمدن، یعنی خانه که حاضر میریم ما و شما در مدینه میبینیم، خانه عایشه مادرمون میدر آمدن، همونجا سنتشون ادا میکردن. یعنی از این لحاظ اگر ما امروز بعدی نماز فرضم دعا کنیم، از بس که امروز ها در ما یعنی مهمتر بعد فرض این سنت خواندن است. برای همین ما سنت که میخوانیم، بعد سنت هم که دعا کنیم، این دعا محل نداره برادر، معنی را ندارد که فقط دعا باید که بعد نمازهای فرض باشد. یعنی بعد سنت هم ما میتونیم که دعا کنیم. دعا همه وقت برادر عزیز دعای عبادت است، هر وقتی که انجامش میتی اجازت است. خدای مهربان در قرآن هم ادعونی استجب لکم گفت، دیگر یگان قید شرط نیاورده، یعنی گفته از دعا که اجابت میکنم. برای همین هر زمانی که ما دعا کنیم، انشاءالله دعای ما و شما پیش الله مهربان قبول میشود. سوال دیگر: بابا جان طالع نامه میگویند، آیا با همان باور کردن درست است یا نه؟ اکی این چیزای برادرای عزیز، طالع نامش یعنی از غیب گپ زدن است. این غیب بجز الله هیچ کس نمیداند. برای همین اینها هم چیزی نیستن که ما را باور کنیم، زیرا اینا از پگاه میگن، اینا از روز دیگر میگن. ما یک ساعت بعد مانه بجز الله هیچ کس نمیداند. میگه شاعر، میگه علم غیب را کس نمیداند بجز پروردگار، هر کی میگوید که میدانم از او باور مدار.